عزیزای دل من، یادتون هست که ما جدول دوستی رو یاد گرفتیم؟ قرار شد که ب وقتی با آ دوست شدن بشن با. دوباره ب با ا که دوست شد ب. د وقتی با آ دوست شد دا. د وقتی با ا دوست شد د. خب حالا بریم ببینیم نشانه های جدید که یاد گرفتیم چطوری میتونن با نشانه های آ و ا دوست بشن. ببینم من اگه م و آ رو با هم دوست کنم چی میشه؟ بله میشه ما. مثل صدای گاو که میگه ما. خب اگه م با ا رو با هم دوست کنم چی میشه؟ میشه مثل اول مهتاب. خب بچه ها شما به من بگید ببینم من اگه س با آ رو با هم دوست کنم چی میشه؟ بله میشه سا. مثل سامان. خب آخر از همه اگه دوباره س با ا رو با هم دوست کنم میشن س مثل سر. آفرین که انقدر خوب